مدعیان جمهوری ترکستان دولت صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه میباشد. سنت‌الله یک جوان تاجیک است که برای نابینایان و نفران امکانیتشان محدود قانون اساسی تاجیکستان را در شکل صدایی آماده کرده است. سنت‌الله 17 سال دارد و دانش آموزی لیسه اینواسیونی دوشنبه است. او میگوید این کتاب نه تنها به نابینایان بلکه به دانشجویان و حقوق شناسان هم توصیه می شود. سنت‌الله میگوید شکل صدایی قانون اساسی را در مدت 6 ماه با مبلغ 300 سومانی آماده کرده است. در تهیه این کتاب لیسه به سنت‌الله کمک مالی کرده است. سنت‌الله هدف از اختراع این کتاب در چی بود؟ این کنستیتوسیون را من برای آن ساختم که هر یک شخص میتواند از این را استفاده برد، زیرا که ما با فرصت وقتی ما کتاب باشد ما میتوانیم با سادگی این را آن ماده که برامون لازم است با تومه زیر کرده آن ماده در کلی ما شنیده آن را از خود نماییم. این کتاب صدایی که من ساختم میخوام که با یک دو دونه از این سازم و با لیسه اینترنت‌های نابینایان که هستند آنها توفه نمایم و آن طلبه ها نیز از این کنستیتوسیون با خبر شوند و دانند که در این کدام ماده و چی با گفته شده است. هرچند که من این را به اتمام رسانده بودم اما معرفی نکرده بودم این را آدم‌ها پیدا شدند دو طلبان دانشجویانی که در این توجه شنیدن در این توجه کردن و خواستن که برای آنها نیز از این مدل ها با آنها سازیم. من تکلیف کردم که به سنت‌الله ایده اینا پیشنهاد نبودم. گفتم تصور کن که این اسمش حرف‌های تاجیکی وقتی که ما هر را زیر کنیم ا گوید ب زیر کنیم ب گوید چون این اولی کار این اولی قدم سنت‌الله می باشد دایر به آموزش حرف الفبا ب معنی. این سفالک برای راهروها یکی دیگر از نوآوری‌های سنت‌الله است. فرق این سفالک از دیگر سفالک‌ها در آن است که آن روزانه از فشار پای آدمان نیروی برق ذخیره کرده و شبانه روشنایی استحصال می‌کند. برای این پای تا گذاشته از این میگذاری این فشاری که ما با این میدهیم و فشار را به قوه الکتریکی تبدیل می‌دهد. هنگام 25 کیلوگرم اگر وزن این را فشار دهد و به کار در آمده و جریان را رسید می‌کند. سنت‌الله ماه فوریه سال روان لایحه‌ای را انجام داد و در سرخط مطبوعات قرار گرفت. رباتی که سنت‌الله اختراع کرد با 3 زبان سخن می‌گفت و هم وظیفه دربان را اجرا می‌کرد. سنت‌الله آرزو دارد که روز شرایط برایش مساعد می‌شود سرپرست به نوآوری‌های او توجه می‌کند و مردم از اختراع‌های او بهره می‌بردارد.